سلام. قبل از اینکه شروع به بررسی تک تک منوهای سایت کنیم، اجازه بدید یک مرور کلی به مفهوم جعبه لایتنر داشته باشیم که پایه و اساس این وبسایت است. جعبه لایتنر یک روش سیستماتیک برای یادگیری مطالب بر مبنای تکرار فاصله‌دار است. مطالعات حافظه نشان داده است که تکرار فاصله‌دار یکی از بهترین روش‌ها برای تقویت حافظه و افزایش نرخ یادآوری است. با مطالعه مکرر اطلاعات در فواصل زمانی فزاینده، یعنی هر روز، هر 2 روز یک بار، هر 4 روز یک بار و الی آخر، اطلاعات درون ذهن تثبیت و ماندگار می‌شوند. در این روش، لغات و فلش کارت‌های آسان سریع به باکس‌های بالاتر منتقل می‌شوند، اما آنهایی که چموش‌تر هستند، آنقدر در فواصل زمانی کوتاه‌تر مرور می‌شوند تا بالاخره فرا گرفته شده و به باکس‌های بالاتر بروند. جعبه لایتنر در ابتدای کار خالیه و ما باید فلش کارت‌ها را به آن اضافه کنیم که به این کار درج فلش کارت گفته می‌شوند. فلش کارت‌های درج شده ابتدا وارد باکس 1 می‌شوند و به تدریج با مرور به باکس‌های بالاتر جابجا می‌شوند تا در نهایت به باکس شماره 6 برسند که به معنی انتقال آنها به حافظه بلند مدت است. این بدان معنی است که این اطلاعات دیگر به راحتی فراموش نخواهند شد.